شما اگه دقت کنید تو اروپا خیلی از خطاهایی که ما میگیریم نمیگیرن. تو فوتبال ایران اعتراض خیلی زیاده. بازیکنی بوده که 5 دقیقه بازی کرده 12 میلیارد پول گرفته. چرا بازی با قطر انقدر شغل بازی کردید؟ چرا بازی با آمریکا انقدر شغل بازی کردید که بهتون بگن دستور داده بودن، تهمت بهتون بزنن؟ این تقریبا من یه عادت کرده بودم خوب قضاوت کردم. بارها شده بود پرسپولیس و استقلال قضاوت میکردم، میباختن، میومدم دم در، خدا شده تماشاگرش میگفتن آقا حق با شما بود، تیم ما بد بازی کرد. یه روز استقلال به فولاد باخته بود، اومدم دم در، یاد 206 هم داشتم، سال 82 بود فکر میکنم، بله 82. 5 تا استقلالی دم در میگفتن پول نداریم بریم خونه، انقدر امروز حالمون بده. اینا گفتم باشه. یادمه بردم یکشونو صادقیه پیاده کردم، 5 نفر سوال کردم، یکشونو بردم شهر زیبا، یکشونو بردم آذری که انقلاب پیاده، 5 تا بازیکن طرفدار استقلال رو بردم. من اولین بار دارم میگم که حال دلشون خوب باشه، چون دلم سوخت که تماشاگر که به عشق استقلال میاد میگه بعد بازی من پول ندارم برگردم. و این خیلی برای من ارزشمند بود که بازیکن‌ها آیا میدونن که اینا میان و پول ندارن برگردن. و چقدر لذت بردم تو اون ترافیک تهران برم برگردم. خانم اینا نگران شده بودن که تو کجایی؟ گفتم با 5 تا طرفدار استقلال برسم. سطح داوری الان با توجه به اینکه فیفا تمام اعضا و کشورهای عضو یه جور داره میبینه با کلاس‌های فوتورو، از نظر آموزش یه جوره، ولی نوع فوتبال ما با اروپا، آمریکای جنوبی، آفریقا فرق میکنه. شما اگه دقت کنید تو اروپا خیلی از خطاهایی که ما میگیریم نمیگیرن. ما سطح داوریمون مثل سطح فوتبالمونه، فقط افتخارات داوریمون بیشتره. تو فوتبال ایران اعتراض خیلی زیاده، هوچیگری خیلی زیاده، شانتاژ خیلی زیاده، تهمت خیلی زیاده و برخورد کمیته انضباطی خیلی ضعیفه، برخورد کمیته اخلاق خیلی ضعیفه. حتی اتفاقی که برای خود من افتاد مسابقه که کردم، یه نفر توی این مملکت ما رو نخواسته بگه آقا چیزایی که شما گفتی آدم فرستادن شما رو ببینه، اینا رو به رسانه‌ای کردیم، همه رو شما میدونید، کسی اما سوال نکرده. ما هر چقدر سطح فوتبالمون رو به سطح فوتبال دنیا نزدیک کنیم، داوریمون هم رشد میکنه. داورای ما هیچ کدومشون حقوق حرفه‌ای نمیگیرن، همشون شاغلن، هم باید کار بکنن، فیزیوتراپی با جیب خودشونه، استخ با جیب خودشونه، تمرینا میکنن، مواد غذایی مکمل، این هزینه‌ای خودشونه. ولی داورای اروپایی این تمام امکانات رو بهشون میدن و حق قضاوت خیلی بالاست. به نظر من حق قضاوت برای هر بازی الان باید 50 میلیون تومان باشه حداقل. یعنی یه داور باید 50 میلیون تومان بگیره، یک کمک داور باید 35 میلیون تومان بگیره، داور چهارم حداقل باید 20 میلیون بگیره و نماینده و ناظر فدراسیون باید 20 میلیون بگیره. الان چیه 5 تومن و 3 تومن؟ یعنی چی؟ اصلا یعنی چی؟ اصلا چی میخواد ثابت شه؟ آقا به نظر من ما رایگان داوری کنیم. من عضو کمیته داور دارم حرفا میزنم، همین الان تصویب کردیم 10 میلیون تومان داور وسط بگیره، ولی ندادن، هنوز 5 میلیون دادن. حالا لیگ برتر، لیگ پایه که اصلا هیچ، یه لیگایی هست که بعد داور توی یک ساعت و نیم 250 تومان میگیره. بازیکنی بوده که 5 دقیقه بازی کرده 12 میلیارد پول گرفته. الان مربیای ما 40 50 میلیاردی شدن. بازی الان همین اواخر می‌خواستن به بیرانوند از 80 میلیارد تومان بدن دیگه، می‌خواستن بدن که بره استقلال که نشد و اینا. پس بنابراین داوران ما نسبت به عملکردشون کار حرفه‌ای دارن انجام میدن، پول آماتور میگیرن، ولی بازیکنای ما آماتور بازی میکنن، پول حرفه‌ای میگیرن. چه جوری انقدر پول دارن به اینا میدن؟ اینا پاس تو در بلد نیستن و این دلال‌ها هستن که باعث شدن فوتبال ما رو به فساد کشیده بشه. بازیکن 30 میلیارد قراردادشه، اینو دقیق بهتون بگم، برای یه سال اولش باید 10 میلیارد رو بده به این دلاله. ما بازیکنی مثل ناصر محمدخانی نداریم، ما بازیکنی مثل عبدالعلی چنگیز نداریم دیگه، ما درازام ثابت زاده نداریم، همش فوش و فحاشی و بی‌احترامی و دعوا و بل علیه مربی خودشون. از این باشگاه میرن رازهای این باشگاه رو میرن تو باشگاه دیگه مرملا میکنن. این فوتبال نیست. این چه فوتبالیه؟ مثلا ورزشه. این به نظر من اوج نامردیه. شما در یک تیمی که بازی میکنید نسبت به اون مربیش با اون تیم قرارداد دارید، قرارداد شرعی دارید، میرید بیرون، همه اطلاعات اون باشگاه رو میرید بیرون، تا میرید بیرون شکایت میکنید و باشگاه هم آقا اگه قرارداد می‌بندید سریع انجام بده که نرن دنبال آن کار فساد و اینا. من فکر می‌کنم که یه رنسانس از بین بردن فساد لازم داریم، اونم روش گاندو، وگرنه فوتبال ما همین ادامه پیدا میکنه و نتیجهش تو بازی‌های ملی داریم می‌بینیم. بچه‌های ما، من اتفاقا با قلنویی صحبت کردم، بچه‌های ما جلو قطر آخه چه فوتبالی بود بازی کرد.
یه اکرم عفیف اومد فوتبال ایران رو لوله کرد. بچهای ما اصلا رفتی مربی نداره. آقا بچهای ما فوتبال بازی کردن. خدا وکیلی لژیونرها ما تو خارج اینجوری بازی میکنن. الان لژیونر ما اصلا خارج از کشور اصلا قهر کردن باشون. دیگه بازی لژیونرها رو نمیبینن. چرا بازی با قطر انقدر شل بازی کردید؟ چرا بازی با آمریکا انقدر شل بازی کردید؟ که بهتون بگن دستور داده بودن، تهمت بهتون بزنن. بچهای ما روز با قطر خیلی ضعیف بازی کردید، ربطی هم به مربی‌ها نداره. خودتون شل بازی کرد. ولی همه می‌بینیم دیگه، واقعا حیف نبود ما ژاپن رو ببریم و قطر بخوریم. همه علی دایی چه غیرتی داشت، تحالش رو از دست داد برای فوتبال. سرش کم گردنش رو بازی با کوپیت کم بود، بشکنه اون ضربه سری که زد رو سرش پیش. خیلی بازی ما دنبال تعصب، ما واقعا واحد فرهنگی باشگاه داریم مثلا. اگه نداریم من براشون سیلابس درسی هستم. مثلا تعصب باشگاه چی شد؟ نیست اصلا دیگه نمیدونی کی کجا بازی میکنه. همه جا بازی میکنه. خب من اجرا قبلا هم میکردم. من همین توسط آقای علی جوادی، دکتر جوادی، مدیر کل ورزش، در سال 78 تو کانون بعثت اجرا کردم. جاهای دیگه هم رفتم اجرا کردم. من چون معمولا یادداشت نمیبرم برای چیز، محاورم خیلی خوبه و چون هر جا هم که بخوام اجرا بکنم جامعه شناسی اونجا رو بلدم. یعنی اگه بخوام تو منطقه 20 برنامه اجرا کنم میدونم چی بگم، تو منطقه 1 هم میدونم چی بگم، چون حساسیت‌ها رو میشناسم. من در سال 93 یه مقداری حس کردم که رودم خونریزی داره. خواهر خانومم اینطوری شده بود که متوجه شدیم. رفتم چه بیمارستان مهر کولونوسکوپی دادم. بردم چه دکتر وحید گفت شما سریعا باید عمل شید. حدود 5 سانت یا 3 سانت از بیمه زخمه. نگفت چه زخمیه. دیگه من بیمارستان وحید بستری شدم و بعد دیگه دیدم اعضای خانواده‌ام خیلی ناراحتن. فینال جام جهانی 2014 بود که آقای فردوسی رو من زنگ زد که بیا تلویزیون اون موقع، که من گفتم بیمارستان بستری که شب گفت برای آقای خسروی دعا کنید. برادر منم سر بیماری روده فوت کرده بود. خودم حس می‌کردم یه چیزی هست ولی خیلی بی‌خیال بودم. دکتر شما ببینید چت بود؟ گفتم که نه، شما سرطان روده داشتی و خیلی هم بدخیم بود و خیلی زود متوجه شدیم. ولی من پاکش کردم، ولی بعد روش دکتر شیمی درمانی. دیگه اصلا ما رفتم دکتر بهار، دکتر شیمی درمانی 2-3 سالی تحت نظرش بودم که من الان تقریبا از سال 93 تا سال حدود 6-7 کولونوسکوپی انجام دادم. خوشبختانه برنگشته. تا سال 1400 هم برنگرده دیگه ما جستیم. بله من 10 ساله دارم سرطان روده درمان میکنم، ولی نه نق میزنم، نه پولی از کسی میخوام، نه خودم میرم به مریضی بزنم، نه با قدرت کارام میکنم. خدا فعلا کمکم کرده. اون کلون من کامبک نکرده، خودم کامبک کردم. یعنی من کامبک کردم به زندگی مجددا. من خیلی مخالف کسایی هستم که کار خیریه میکنن و عکس میذارن. من عکس نمیذارم. کار خیلی زیاد میکنم، پول زیاد جمع میکنم. از طریق صفحه اینستاگرامم تا حالا مثلا بارها شده یه خانومی بود سرپرست خانوار بود تو جوادیه، حدود 20 میلیون براش پول جمع کردیم که این خانومو از خونه بیرون اندازن. یه فوتبالیست تیم ملی بود که احتیاج به پول داشت، چک برگشتی داشت، 30-40 میلیون برای اون جمع کردیم. همین الان اگه بدونم کسی گرفتاره سعی میکنم پول جمع کنم، ولی اهل شعار دادن نیستم. بله تو سازمان مردم نهاد فعالم، توی بخش کودکان کوتاه‌قامت فعالم. مسابقات فوتبال کودکان کار رو شما میدونید بنده پیشنهادش دادم، راه افتاد. کودکان کار 22 تیم تشکیل دادیم. تو بحث اوتیسم فعالم، تو بحث کودکان سرطانی فعالم دیگه. شعار نمیدم ولی فعالم. آقای مصطفی حکمت شعار بود، یکی از پاکترین آدم‌های زندگی من. یادش میفتم خیلی نجیب بود، خیلی پاک بود و قصه کشتش. و من کنن رفیق باز هستم، خیلی رفیق بازم، ولی رفیق فابریک ندارم. خیلی آمدن تو خونه من، نون و نمک منو خوردن، رفتن بیرون، شبانه امضا کردن که ما لیست بین‌المللی خط بخوریم. رفیق باز هستم ولی خب رفیقی که بخوام روش حساب کنم ندارم. ولی تو بحث کار غیر یه کاری کردم، کارستان. اینو دوست دارم همه گوش کنن. اینو دوست دارم که خانواده‌ها اشک ما در مورد اینا هست. خانواده‌ها باید بدونن که بچه‌هاشون در آسیب، معرض آسیب هستن. من مدیر ورزش منطقه 15 که شدم تو شهرداری، خودتون اون موقع دفتر بودید دیگه. یه پسری به نام، میگم اسمشو، اشکالی نداره، بچه خوبی، حمید محمودی آوردن و من معرفی کردم. خواهرش گفت این احتیاط داره به کراک.
و بدنش یه یواشاش داره کر میگیره. من به خواهرش گفتم که اینو بسپار به من برو. ولی گفتم چرا معتاد شده؟ گفت این عاشق یه دختری بوده تو محل، دختره رفته ازدواج کرده، حالا عمدنم دختره با اون نامزدش میاد رد میشه، یعنی حمید هرس میخوره. حمیدو تحویل گرفتم به خواهر، گفتم برو. احمد صادقینی که شما میشناسید در منطقه 15 مسابقات محلات ما رو برگزار میکنه، سپردمش بهمون. گفتم آقا جماعت یکی رو تحویلت میدم، کنترلش هم میکنم، میخوام ازش پهلوان بسازیم. خب خیال راحت. هر چند مرتبه گفتم که از حمید چه خبر؟ گفت حالش خوبه. حمید روزی که اومد پیش من شاید 35 کیلو 40 کیلو وزنش بود. یادم یه پسر اومد خوشگل، موهاش جر زده، قد بلند. گفتم سلام بفهم عزیزم چه خوشتیپی؟ گفت من حمید محمودی ام. شده بود براد پیت، شده بود تام کروز، شده بود رضا گلزار خودمون، خوشگل شده بود. یعنی آدم کیف کردم که تونستم در محیط کارم، اینو شاید شهرداران تهران هم ندونن، نه آقای قالیباف اینو متوجه شد، اینو الان نمیگم که آقای زاکانی متوجه، نمیگم من این کارو کردم، نه، چون تو حوزه خیلی فعالم، چون اعضای خانواده خودم، برادرم جواد خسروی سر مواد مخدر زندگیشو داد، خیلی دیگه تلاش کرد، نمیدونم زندان قصر بود، زندان قزلحصار بود، زندان قرچک بود، زندان برامین بود، همه جا زندان رفت. همیشه اول میاد خونه ما. یه خاطرم تعریف میکنم از جواد که من خودم جنازه جواد از فلکه آریاشهر برداشتم، یعنی به من زنگ زدن که افتاده جایی که من بردمش و بردیمش کلانتری و گفتم داداش منو، ختم خیلی خوبه گرفتیم. خیلی از فوتبالیستان اومدن، خیلیا عاشق علیقا پروین بود. علیقا پروین سفر داشت میرفت با تیم فولاد، با تیم پرسپولیس به حواس محمود خان خودمی رو فرستاد. جواد ما زمانی که من 20 سالم بود داور شدم، یه حموم داشتیم سر پلی، خاطر خیلی خوبیه، به خاطر داورا دارم میگم، حتما گوش کن. گفتیم همون سوسکی، توش سوس داشت، همون سوسکای سیاه. من اومدم مثل فیلمای قبل از انقلاب، مثل قیصر و توقی و اینا، اون یاد دیگه اون لاکر میگه، من کمد باز کردم، لباس در بودم، لونگ بستم با لباس داور. جواد ما نشسته و سیگار میکشید، رو دو تا پا نشسته و سیگار میکشید. گفت داداش ما رو قوره نشده مویز شده. برگشتم گفتم آقای جواد خسروی یه روزی داداش تو خیابون نشون میدن، یادت باشه. انگیزه شد برام. چند سال بعد در استادیوم تختی داشتم بازی امید پرسپولیس و بانک امروز سود می‌زدم، دیدم یه نفر استادیوم تختی خیلی بلنده دیگه، دیدم داره صدا میکنه علی جواد رو. گفتم بیا پایین. گفت نیمه میام. نیمه اومد و بعد بازی گفتم پس این پایین بشین، بعد بازی با هم بریم برسونم. گفتم نمیدونم دنبال جنس اومدم، دنبال چی اومدم، من اونجا پیدا کردم. گفت خیلی خوب داوری میکنی، خیلی داوری بلدی، باریکلا حمید، ما همین صحبت میکنیم، خوشم آمد. گفتم یاد میاد. گفت نه روش پیشرفت کن تا جواد ما از زندان قزلحصار اومد خونه ما دیگه. منم گفتم من میخوام استادیوم آزادی رو بیا بریم و گفت نمیام. گفت بریم داوری دارم و فلان و خلاص با خودم بردمش و پرسپولیس با کی بازی داشت، بعد سود زدم زیر جایگاه. گفت که خیلی دوست دارن تماشاگرها، هیچ کی اعتراض نمیکنه بهت. هی گفتم آقا جواد خسروی به داداش میگه درست داوری کنه دیگه. بعد توی ماشین یه نگاه کردم گفتم آقا جواد، گفت می‌خواستی روی من کم کنی؟ گفتم دقیقاً می‌خواستم روی. یادت میاد 17 سال پیش چی گفتی؟ گفتی که قوله نشده مویز شده. امروز من داور بازی بودم جلو 50000 جمعی. گمروم کم شد. گفت خیلی جالب بود که تو زندانم که بازی قضاوت می‌کردی، تلویزیونای بزرگ بود، گفتن برای سلامتی داداش جواد خسروی سلامت، یعنی برای سلامتی من. و من چون این سوژه اعتیاد تو خونه دیده بودم که جواد ما جواد خوبی گرفتار اعتیاد شد، سرش میرفت تو بشقاب، جلو مهمونا چرت میزد، داماد بود خونمون، عروس بود خونمون، منم بچه کوچیک بودم. همیشه سعی می‌کنم با این مقوله خیلی مبارزه کنم و هر جا که بس اعتیاد و آسیب اجتماعی هست، حتی شده خودم هم هزینه کنم، نذارم این اتفاق بیفته برای جامعه. من چند تا الگو دارم تو زندگی. اولیش امیر کبیره، همیشه دنبال اصلاحاتم. دومیش ژان والژانه، به خاطر یه تیکه نون گرفتنش، ولی آدم خوبی بود. سومی کنت مونت کریستوس، برمیگرده برای انتقام ولی انتقام نمیگیره، من بعد انتقام میگیرم. و کتاب‌های رابین هود، دون کیشوت هم زیاد خوندم، خواجه تاجدار رو خوندم، حسن صباح کتاب، راجب امام حسین کتاب خوندم. به نظر من کاپیتان زندگی همه ما همسرامونم. به نظر من راهنمای خوبی بود برای من و اگه نبود من نمیتونستم علی خسروی داور این مدلی بشم. من میدونم میشه فیلمای بازی منو ضبط میکرد، یادش داده بودم، تصمیم مینداخت فوت میکرد تلویزیون،
صلوات میداد. و تو خیلی از جاها ادامه این زندگی من که من بتونم تو 40 سالگی دانشگاه برم، داور بین‌المللی بشم، استاد دانشگاه بشم، مدیر شهرداری بشم، مجری بشم، کارشناس تلویزیون بشم، به خاطر کار راهبردی بود که ایشون تو خونه انجام داد. ایشون مدیر خوبی توی خونه بود و من قبولش داشتم. و نظر من کاپیتان زندگی من همسرمه و هممون باید همین باشیم. یعنی باید یا آقا کاپیتان باشه یا خانم. چرا؟ چون ما قراره که یک زندگی جدیدی رو شروع کنیم. جوونا اگه میخواید ازدواج کنید مجددا برگردید با دعوا، بعد نه ازدواج نکن. همینطوری با هم جاست فرند و نمیدونم بوی فرند و گرفرند، نمیدونم این چیزایی که میگید، دوست اجتماعی و رلو ها جدید میگن رل دیگه، رل بزنید. ازدواج نکن. چون ازدواج که میکنید دو تا خانواده رو ممکنه به هم بزنید. من هیچ موقع با راهبردی که خانومم تو خونه داشت و خودم می داشتم، یک بار نشد دو تا خانواده هامون حتی یک به هم صداشون در بیاد. اصلا هم دیگر نمیدیدن. من که عید و اینا. من کاپیتان زندگیم همسرم لیلا استاد زمانی. تو ورزش استاد من حمید خوشخانه، کاپیتان داوری من حمید خوشخانه. خیلی ها ناراحت شدن. حمید خوشخانه نه جام جهانی رفته، نه جام ملت‌ها رفته، هیچ جا بین‌المللی نشده، ولی با اون قد 1.65 قضاوتی میکرد. حمید خوشخان کسی بود که جلو 120,000 نفر پرسپولیس استقلال رو سود زد، استقلال پرسپولیس رو برد، پرویز خان مظلومی گل زد، خون ندم آقا کسی نیامد. یه خاطره خارج از کشور براتون میگم خیلی جالبه. من اعتقاد دارم خیلی از سفرای ما در کشورهای خارج نتونستن ایرانی رو به عنوان یک شخصیت برجسته و یک شخصیت فرهنگی معرفی کنن. من رفتم نیجریه مسابقات جوانان جهان در آفریقا، در شهر لاگوس، در هتل اکو. دیدم روز اول کسی منو تحویل نمیگیره. یکی بهم میگه علی تروریست، ایرانی‌ها تروریستن. یکی اسم دیگه میگه، یه اسم روحانی دیگه رو من میذاره. حتی میشل پلاتینی اسم یکی دیگه رو داشته بود رو من، ولی اینجا اسم رو نمیتونم بگم. یه داوری بود به نام یان ویگریف از هلند. ما رفتیم یه شهری به نام ایبادان بازی آرژانتین و مکزیک رو داوری کنیم. رافائل مارکز دفاع وسط مکزیک بود جوانان. من شب قبل اینا دو سه شب قبل بردم داورا رو تمرین بدم. این داور هلندی پشه زدش، مالاریا گرفت. ما در ایران رفتیم اسو پاستور، هم تب زرد زدیم هم هپاتیت زدیم، قرص مالاریا اونجا ما دادم. این مالاریا گرفت، حالش بد شد. گفتن داوری نمیتونه بکنه، برگرده لاگوس. 2 ساعت را بود. سرگی اشمولی که از بیلاروس اومد داوری کرد. من با برگشتیم، این داوری که هلندی بود، خوشتیپ بود، خوشگل بود، همین میگفتن فینا رو سود میزنه، هیچ کی دیگه تحویلش نگرفت. اونم همش بهم گفت علی تروریست، علی تروریست. نمیدونم چرا. حالا به خاطر بحث‌های ایرانی که همیشه میگفتن دیگه، تو هر چیز می‌خواستن ایران رو ورود بدن. من ایشونو بردم دکتر یه سری پماد و روغن به من داد، چند تا قرص. گفت ایشونو ببر استخر تو اون گرمای نیجریه، تو آب حرکتش بده، بیار لب استخر پماد تو بدنش بزن که این پمادا تو بدنش بشینه. این قرصا هم بخور. خلاص یک روز این کارو ما کردیم. این آدم خوب شد، ولی فیفا گفت باید برگرده. خیلی ناراحت شدیم. روزی که می‌خواست بره، منو صدا کرد جلوی هتل، برگشت گفت علی تو نظر منو اون موقع مثلا راجع به البته میگم 70 میلیون ایرانی عوض کرد. ایرانی‌ها آدمای خوبی هستند. من تا قبل از که تو رو ببینم فکر کردم ایرانی‌ها فقط میان کشور ما هلند و نمیدونم سیگار و نمیدونم مواد یه سری میگفتن کشور هلند مواد مخدر زیاده. ولی تو نظر من راجع به یک کشور عوض کردی. تو نظر من راجع به یک ملت عوض کردی. من به همه هلند میگم ایرانی‌ها بهترین آدمای دنیا. و این کار فرنگی رو من انجام دادم. فکر نکنم هیچ سفیری تونسته باشه انجام